قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انا و کافل الیتیم فی الجنه. با کمک‌های خود زندگی را برای یتیمان شیعه عراق شادمانه کنید. همنشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهای کمی نیست. همینک چشم به راه کمک‌های خالصانه‌تان هستید. دارالایتام امیر المؤمنین علی علیه السلام.